سلام، وقتتون بخیر باشه. علی قرایان هستم، گوینده اولین اپیزود از مجموعه پادکست های کتاب لقمه و در فصل اول این مجموعه پادکست قراره به بررسی کتاب تکه های از یک کل منسجم نوشته خانم پونه مقیمی بپردازیم. شاید زندگی پیدا کردن بخش های از خودمان در تکه تکه های از یک کل منسجم است. پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول می کشد و تکه هایی که همه جا حضور دارند و فقط کافی است ما در مسیرشان قرار بگیریم. آن وقت اگر هوشیار باشیم شاید بخش هایی از خودمان را ببینیم، بخش هایی از خودمان را در رابطه ها و در آدم هایی که تجربه می کنیم، در موقعیت هایی که قرار می گیریم، در فیلم هایی که می بینیم، در تاریخی که مرور می کنیم و حتی در کوچه‌ای که هیچ آبری ندارد و باد درختهایش را بدون حضور تماشاچیان نوازش می کند.